سلام دوستان، نخود پلو که در دیگ بخار وطنی خود ما آماده شوه او یک مزه و لذت خاص دیگه داره. در این ویدیو ما براتون طرز تهیه یا همون طریقه که همیشه خودم آماده میکنم این نخود پلو مزه داره شریک ساختیم. پس در ادامه ویدیو با ما باشین. خب در اول روغن به مقدار لازم به دیگ اضافه میکنیم و یک دانه از پیاز سایز بزرگتر هم میده کرده مندازیم. وقتی پیاز به این اندازه سرخ شد تقریبا 3 دانه از سیر هم اضافه میکنیم. ما در اینجا از سیر فریز شده که آماده کرده بودم در ویدیو قبلی اضافه کردیم. بعدا بالایش 1 دانه یا 1.5 دانه از رومی تازه هم استفاده میکنیم و یک چند حلقه هم از مرچ تازه. وقتی که رومی آبش خشک شد و سرخ شد بالایش آب جوش اضافه میکنیم. حدود 3 گلاس آب جوش اضافه کرده 1 دانه هم چیکن کیوب استفاده میکنیم به خاطر طعم بیشترش و همچنان 2 گلاس از نخودی که ما قبلا تر کرده بودم او را هم اضافه کرده بالایش نمک مندازیم و ایره میمانیم به بخار گرفتن. 15 الی 20 دقیقه بخار میتیم تا وقتی که نخودها نرم شوه. نخود باید کاملا نرم نشه بلکه حدود 90% نرم شوه به خاطر که همراه برنج هم جوش میخوره و بخار میگیره باز زیاد نرم میشه. به همین اندازه که ما براتون همراه دست نشان دادیم همین اندازه کفایت میکنه. بعدن بالای همین آب که از نخود است ما 5 گلاس برنج که قبلا تر کرده بودم تقریبا 3 ساعت پیش برنج اضافه میکنم. بالای از او 1 قاشق از تخم گشنیز، 1 قاشق هم زیره سیاه، 1 قاشق مرچ سیاه و 1 قاشق هم از مساله برنج اضافه میکنم یا مساله پلو و همچنان اگر نمکش کم باشه نمک هم اضافه میکنیم. خوب اینا رو با هم گرد میکنیم تا همو نخود هم خوب گرد شوه و هم مساله باب و آب برنج به همین اندازه کفایت میکنه. میمانیم که جوش بخوره و آبش خشک شوه. اگر فکر میکنین که برنجتان سخت جان است میتونین در جریان جوش خوردن سرپوش دیگه هم بالین. غیر از او لازم نیسته. ما این قسم چک میکنم که آبش خشک شده یا نه. یک طرف برنج بالا میکنم همراه کفگیر. دیدین که هنوز آبش جوش میخورد. کمی دیگه هم ماندم آبش خشک شد و آل سرپوش دیگ بخار بسته میکنم. و در این قسمت سوال بیشتر شما را که من در کامنت های قبلی گرفتم در ویدیویی که از قابلی در دیگ بخار ما پست کرده بودم زیاد شما سوال کرده بودین که من چه غیره بدم ماندم و چقدر بخار دادم. دقیقاً براتون میگم اول حرارت بالا میمانین تا دیگ بخار بگیره و وقتی که بخار گرفت برای 2 دقیقه بخار میتیم در همون حرارت بالا. بعد از 2 دقیقه حرارت کاملا خاموش میکنیم و فیوزهایشون بیرون میکشیم اما سرپوش باز نمیکنیم. میمانیم حداقلش 20 دقیقه که همه تا به آرامی دم بگیره. حرارت باید خاموش باشه. از همین موقع استفاده کردم من یک سالاد مزه‌دار وطنی هم آماده کردم. بعد از 20 دقیقه سرپوش دیگه باز میکنیم و ببینین که چی یک نخود پلو قددار و خوشمزه و خوش رنگ آماده شده و همه تا نرم و ملایم و پنبه‌ای. قبل از اینکه در غوری بکشم من اولی برنج با هم مخلوط میکنم تا که بعضی قسمتایش با هم چسبیده نمونه. بعداً به غوری میکشم. دوستا حاجت به بیان نیست، شما خودتان ببینین که چقدر خوب دانه‌دار ای آماده شده، نه زیاد نرم شده و نه سخت مانده. اگر دیگ بخار وطنی در خانه دارین پس حتما یک بار این نخود پلو خوشمزه را امتحان کنین و برام بنویسین که چطور آمده. و ما پیش یک جهان تشکری میکنم از کامنت های مقبول همگیتان. به خاطر دیدن بیشتر همچنین ویدیوها لطفاً پیج مرا فالو داشته باشین و ویدیو را با دوستایتانم شریک بسازین.